در قسمت بخش مالی و اداری ما که بخش حمایوی ماست که بدون همکاری از یا شما میفهمین که بخش‌های دیگه کار کردن نمیتونن. فعالیت‌های زیاد انجام دادن. فعالسازی 61 مرکز جدید کار ساده نبوده و ده ها پروژه را اینا انجام دادن که بالاخره این مراکز فعال شد. بر علاوه از او بازنگری مراکز، بازنگری ساختاری، مراکز توزیع تذکره الکترونیکی یکی از وظایف عمده بوده که انجام شده. حدود 25 پروژه کلان تدارکاتی را ما سال گذشته طی مراحل کردیم و ده ها پروژه خرد و ریزی به خاطر ایجاد مراکز طی مراحل کردیم که شفافیت و سرعت در هر دویش بوده. ما اوایدی که برای ما تارگت تعیین شده بود بیش از او اواید دریافت کردیم که حدود 44 میلیون افغانی است. برنامه‌های آموزشی 70 برنامه آموزشی در بخش‌های مختلف ما سال گذشته دایر کردیم. تشکیل اداره را دوباره بازنگری کردیم به همکاری کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی. 2080 تن استخدام کردیم که پروسه استخدامی ازی به همکاری اداره ملی امتحانات از طریق امتحانات جمعی در 34 ولایت افغانستان صورت گرفته که از فعالیت‌های عمده بخش مالی و اداری ماست. علاوه بر از این ما در قسمت مصرف بودجه که 75% بودجه عادی را به مصرف رساندیم و 84% بودجه انکشافی را به مصرف رساندیم که طبعا در سال گذشته با وجود همون محدودیت هایی که بود تدابیری که گرفته شد به می رسیدیم.